قول میدم نمیدونستی که با یه تیکه لباس قدیمی یه کلاه فرانسوی شیک و خاص میتونی برای خودت درست کنی. بیا با هم انجامش بدیم. اول یه دایره با قطر حدود 40 سانتی متر میکشیم. اگه سرت بزرگتره تا 45 سانتی متر هم میتونیم بگیریم. دایره رو تا میکنیم، از دو طرف حدود 2 سانت علامت میزنیم و 3 سانت پایین میایم. یه برش مثلثی کوچیک میزنیم تا فرم قشنگتری بگیره. دور تا دور دایره رو تا میکنیم تو زوایای مختلف و طبق ویدیو برش میزنیم. بعد از اون دور تا دور کلاه رو اندازه میگیریم، با همون اندازه نوار برش میزنیم که عرضش 10 سانتی متر باشه و طولش به اندازه دور کلاه. نوار رو دولا میکنیم، به لبه پایین کلاه میدوزیم. این میشه قسمت حاشیه کلاه که هم تمیزش میکنه هم خوش فرمش. یه لحظه صبر کن. اگه از دوخت لباسای قدیمی خوشت میاد لایک کن، سیو کن و تو کامنت بنویس دفعه بعد از چی برات آموزش بذارم. و تمام. یک کلاه فرانسوی خاص و ساده که از لباس قدیمی ساخته شده. نه خرجی داره نه دردسر، فقط یکم سلیقه. من نیلوفر نوروزی هستم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. با عشق بدوز، با ذوق بساز.